با درود مجدد خدمت همه شما عزیزانم. چقدر سرد شده اینجا خیلی، و ایرکاندیشن نمیذاره، صداش نمیذاره، بعد بلنده که توی گیر میکنه، در نتیجه یاد قدیم مادر بزرگ پک و پهلوی آدم میشد. حضورتون عرض کنم که در باب این آل لاریجانی من زیاد صحبت کردم. یکی از دلایلی که من زیاد صحبت میکنم راجع بهشون، و در یه مقاله هم نوشته بودم هفته پیش که در باب خودکشی مرحوم احمد رضایی پسر سردار رضایی گفته بودم که این خاندانهای حکومتگر فعلی چه آقازاده های نکبتی آوردن و بعضن آقازاده هاشون که آدم درست بودن یا خودکشی کردن یا اینا رو ول کردن رفتن، بقیه یا دوست شدن یا پاینداز شدن یا واسطه شدن. از این کارا آقازاده های آقای هاشمی آملی واقعا عجیب غریب بودن. باقرشون رفت تو کار پزشکی و خب آدم بدیشون، یکشون رفت تو کار فرهنگ و ادبیات و غیره، وابسته فرهنگی ایران در کانادا بود، آدم خوبی هم هست. اما این علی آقا و اون صادق مولا نصرالدین و محمد جواد که جلته، یعنی محمد جواد در میان این برادران فاسدترین، آلوده ترین و وابسته ترینه. این شعارها رو میده تو آمریکا، از این نوکرتر کسی نیست. سر جریان انتخابات ناطق نوری، چیزی که خودم فاش کردم، لری گیت، ملاقاتش اینجا با رئیس دسک ایران که بعداً هم شد کاردار در ایران، در اون ملاقات رسما داشت میگفت آقا ما نوکریم، بیاید ما حمایت کنید، ناطق تا ابد نوکرتونه، منم وزیر خارجه میشم نوکرتون. این حرفای لاریجان. آقای محمد جواد درس خوانده در دانشگاه شریف و MIT و نمیدونم حالا کدوم خراب شده این درس خونده، عین یه لات چاقو کش تو نیویورک نشسته بود و حرف زدنش. بعد این آدم ذره ای از شرافت انسانی و شرافت پدرش نصیبش نشده. پدرش آدم شریفی بود. این آقا برمیگرده به یکی از آزاده ترین وکلای ما، عبدالفتاح سلطانی، یعنی یکی از با شرفترین وکلای ماست. من نزدیکم نمیشناسمش ولی دنبال کردم کاراشو. بسیاری از پرونده های بچه های مبارز رو او دنبالش رفته، پولم ازشون نگرفته. آخه بعضی از وکلا با ادعای این که طرفدار حقوق بشرن، از مظلومان دفاع میکنن، کیسه دوختن میلیاردر شدن، پولای کلان به جیب زدن، اصلا عجیب غریب. ولی یه عده‌شون هم آدمای با شرفی هستن، آدمایی هستن که شرافت حرفه‌ای و اون سوگندی رو که خوردن از یاد نمیبرن. واقعا وکیلم مثل طبیبه، اون من درسشو خوندم، میدونم چیه، یعنی آدم چه گذشت هایی باید بکنه. بله خب میشه کاسب، میشه دلال. برمیگرده به عبدالفتاح سلطانی، به این آدم با شرف اتهام میزنه. میگن آقا چرا؟ چون وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشره. میگه او با گروه های تروریستی نسبت داره، ارتباط داره. اولا محمد جواد لاریجانی رو مطابق قانون خودشون 100 ضربه باید به شلاق زد، نقره داغش کرد، زندانش انداخت، چون تهمت میزنه، تهمت ناروا و نادرست میزنه به یک انسان با شرفی که فارغ از اینکه عقیده موکلش چیه، مطابق وظیفه‌ای که قانون به او داده و وجدانی که در برابر پروردگار سربلنده و در برابر ملتش سربلنده، میره و دفاع میکنه بدون اینکه براش مهم باشه این فرد وابسته به کدوم تفکر یا چه سازمان. بعد نسبت تروریستی به اون میده. چرا؟ چون اومده از فرزاد کمانگر دفاع کرده، چون از شیرین علم‌حولی دفاع کرده. اینقدر انسان باید در به دست آورده، یعنی 70 هکتار زمین تو دماوند و ورامین اینقدر اهمیت داره که تو شرف خانوادگی رو بدی پدر تو گور بلرزه. فردا فرزندان تو بر گورت که حاضر میشن لعنت یک ملت رو چگونه سنگینیشو بر گورت تو تحمل کنه؟
چگونه فرزندان و نوادگانت این نامی رو که ننگین نبود و شما ننگینش کردید چگونه تحمل کنن، چگونه توجیه کنن که پدر ما، عموی ما اینقدر جنایتکار بود. یه عمومون مولا نصرالدین توی قوه قضاییه نشسته بود و به خاطر مقامی که بهش دادن چشم بس 10,000 پرونده در اونجا رها کردن، آدمای بیگناه به زندان انداختن، آدمای گناهکار رو آزاد کردن، دزدا رو آزاد کردن، یه بدبختای بیچاره رو گرفتن، روزنامه نگاران آزاده رو به زندان انداختن. چگونه نواده او تحمل میکنه که جد پدریش هم آقای وحید خراسانی، جد مادریش، جد پدریش هم مرحوم میرزاست، میرزا هاشم، چجوری تحمل میکنه؟ من تصویر پدر بزرگمو میبینم افتخار میکنم. تصویرشون میبینم کنار مرحوم مدرس ایستاده، تصویرشون میبینم کنار بزرگان اصفهان و خراسان، پیش دکتر حشمت، دکتر شیخ حسن خان، لذت میبرم، افتخار میکنم که پدر بزرگ من است. نوادگان اینا چه افتخاری خواهند کرد که محمد جواد لاریجانی برای 2 تا دیگه زمین و پول و مقام به عبدالفتاح سلطانی با شرفترین وکیل این اهانت ها رو کرد. چرا جامعه وکلای ایران توی دهن این نمیزنه؟ آقای جندقی، آقای دکتر کشاورز، چرا توی دهن این در حمایت از یه همکار شریفتون نمیزن تا این مردک بفهمه که نمیشود حالا که سوار قدرت بود هر غلطی آدم دلش میخواد بکنه. خانم معصومه دهقان، نیمه عبدالفتاح همسرش، میگه وقتی در زندان این موضوع رو به او گفتم بسیار آزرده شد. گفت اگه قلم داشتم همینجا ازش شکایت میکردم، شکایت برام محفوظه. بعد میگه به رادیو فردا 10 دقیقه وقت ملاقات داشتیم که 5 دقیقه‌ش هم به همین کار اداری مداری رفت. 5 دقیقه یه انسانی رو بیگناه به زندان میاندازن، انفرادی میاندازن، اذیتش میکنن، بعد 5 دقیقه به بانوی او اجازه میدن که همسرش رو ببین. اینا آقایون شریف و دولهان دیگه، اینا همشون شریفن. آقای لاریجانی که خودش 2 تا 3 تا زن داره و 4 تا 5 تا سیغه، صادق خان دختر آقای وحید از طریق برنامه ما خبردار شد. آقای محمد جواد خانم که سرشون معلوم نیست تو کدوم آخر بنده، علی خانم که قربونش برم ماشاءالله ماشاءالله ایشالله. این یه فرقه ای از یهودیان هستن، ضد اسرائیل، طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار قذافی هم بودن، طرفدار بشار هم هستن، طرفدار حزب الله حماس هم هستن. دقیقاً آقای لاریجانی شبیه یکی از این رؤسای ایناست. خیلی شباهت عجیبی داره. 2 تا منگوله فقط بذاره عین اونا میشه. و آقای علی لاریجانی رئیس پارلمان، دکترای ادبیات، نمیدونم معاودین عراقی، چقدر قشنگ نوشته بود دکتر پور نجاتی درباره اینا، راجع به بچگیشون که می اومدن از جلو خونه ما رد می شدن. حالا پدر من در برزخ به پدر اینا میگه، نگفته پدرم بهش رفت، در برزخ سوال میکنه که این آقازاده هاتون، آقا این مستر جواد که صبح در لندن در فلت آقازادهشون دوش میگیرن، اسرا برای چشمشونه که بگیرن میرن تو اپتیموری دانشگاه فلان آمریکا، بعد شبم خب برای اینکه توبه کنن میرن یه پا نجف خونه پدری. این آقای لاریجانی و عبدالفتاح سلطانی میگوید. خیلی ناراحت شدم. بانوی او میگه که انصافاً از کسی که ادعای حقوق بشری دارد ما چنین انتظاری نداشتیم. خانم دهقان، چنین انتظاری نداشتی؟ مگه شما باور کرده بودی حقوق بشری اینا رو؟ مگه تصور میکنی اینا راست میگن
که شما به این مسئله اعتقاد داشتی که اینا حرفاشون صحیح و درسته. نه خواهر من، چنین چیزی نیست. اینا شرافت که ندارن که حرف درستی بزنن. اما اشاره‌ای که کردم رژیم ضد یهوده، من بارها گفتم اینو، رژیم ضد اسرائیل نیست. رژیم توجیهگر حضور دست راستی‌های اسرائیل مثل لیبرمن در قدرتن. رژیم وحشت داره اگه یه روزی رابین دیگری در اسرائیل در قدرت باشه. رژیم وحشت داره اگه یوسی بیلین بیاد روی قدرت. میترسه اگه کدیما یا حزب کارگر بیاد روی کار. ولی رژیم عاشق لیبرمن و نتانیاهوه. اینا باشن به نفع رژیمه و به نفع اونا هم دوست دارن که احمدی نژاد بیاد از این حرفا بزنه، خامنه ای از این چیزا بگه، خیلی خوششون میاد، به نفعشون. در این وسط یهودیان ایرانی از جمله شریفترین ایرانیا بودن، در طول جنگ شهید دادن، رفتن از خانه پدری دفاع کردن. یه دوستی دارم بوتیک داره در اسرائیل، خیلی هم به من لطف داره، هر روزم برنامه منو گوش میده. هر بارم اومده سر راش بره امریکا، اومده هدیه بسیار زیبایی برای، کراوات شیک، پیرن قشنگ، یعنی منو واقعا دوست داره، مثل پدرش، مثل برادرش. چندی قبلم صاحب یه فرزند عزیز جدید شد. نمیدونم اجازه دارم اسمشو بگم ولی میگفتم. انقدر این رو ایران تعصب داره که وقتی تو اسرائیل تو روزنامه علیه ایران می‌نویسن زنگ میزنه، داد میزنه به ایران نگید، بگید جمهوری اسلامی. پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان در مغازش هست، تو خونش هست. عید نوروز با چه شکوهی جشن میگیره. تو ایران هم که بوده برای ایران آماده بوده بر جان بده. بسیاری از آشناش تو جبهه رفتن، شهیدم دادن. خب رژیم وادار کرد بعضی از خانواده های یهودی ایرانی بعد از هزاران سال تو ایران بودن مهاجرت کنن، رفتن اسرائیل یا رفتن امریکا یا اروپا رفتن. این رژیم بود که باعث شد. اون عده‌ای که تو شیراز گرفتن، بابا گورکن یهودی، قصاب یهودی رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل گرفتن. آخه چه جاسوسی؟ به اسرائیل خبر بده گوش چقدر قیمتش. اینو که رادیو اسرائیل به خاطر شنوندگان زیادش تو ایران، مردم زنگ میزنن قیمت‌ها رو میگن، تمام خبرها رو بهش میدن. فرنوش و مناشه هر روز این خبرها رو گرفتن و پخشم کردن. نیازی به جاسوس ندارن که. آخه جاسوس باید یه اطلاعات ویژه نظامی. تو جاسوس تو خونت آقای خامنه ای. تو اگر جاسوس نبود که دانشمندان اتمی ایران نمیکشتن. جاسوس تو سازمان انرژی اتمیته. جاسوس توی پادگان مدرس و پادگان قدیره که دست دشمن میگیره برای اونجا، یا به جای اون میره بمب و کار میذاره. یهودی ایرانی جاسوس نیست. یک دونه تا حالا جاسوس نگرفتید. از همون اول انقلاب که بیچاره القانیان رو کشتید تا امروز یه دونه جاسوس یهودی نگرفتید. سیمون فرزامی یه روزنامه‌نگار برجسته، یه روزنامه‌نگاری که به قدری زیبا فرانسه مینوشت، سردبیر ژورنال تهران اطلاعات بود، هر روزم میدیدیمش تو روزنامه. اینو اعدام کردیم به جرم صهیونیست بودن. اصلا تو این بایه ها نبود، تو این باغا نبود، یه روزنامه‌نگار بود. آقای مناشه امیر که سردبیر برنامه فارسی رادیو اسرائیل بود، بعدم در وزارت خارجه سایتشو داره. الان شما بهش بگید آقای مناشه امیر، شما حاضری به قیمت ضربه زدن، تأسیسات ایران نابود کردن، اینفراستراکچر، زیربنا رو نابود کردن، رژیم جمهوری اسلامی بره؟ با قاطعیت میگه نه. چون شنیدم ازش، اینو تو برنامه شنیدم و خودش هم گفته. به فرنوش بگی میگه نه. تو اسرائیلن، تو دستگاه اداریشون هم هستن، دارن کار، حاضر نیستن ایران یه خار به پاش بره. چرا انقدر آزارشون میدی؟ فیلم درست کردید آقای نصیریان، واقعا انتظار نداشتم این سناریو رو میخوندی مینداختی دور.
درود بر شما ملت که این فیلمو 3 روز پایین کشیدید، نه فروش کرد نه هیچی. یه فیلم چرنده که بیان درست بکنن. حالا اومدن قانون گذاشتن در ایران که بله مجازات سفر به اسرائیل 5 سال حبس. آقا مادرش اونجاست جوونه، مادر بچهش اونجاست، مادر بچهش رو ببینه. تو چجوری سفر یه آدم رو برای دیدار عزیزانش جلوشو میگیری؟ تو فکر میکنی اسرائیل اگه جاسوس بخواد مثلا فلانی که رفته مادرش رو ببینه اون میشه جاسوسش، یا مادره که رفته بچهش رو ببینه؟ بابا جان، جاسوسای اسرائیل سر سفره سید علی آقا باش نهار میخورن، دور حاشیه منقلش نشستن، تو وزارت دفاع بغل آقای وحیدی هن، سازمان انرژی اتمی اون بغلن. چجوری شماها رو داغون کردن با وایروسا؟ چجوری داغون کردن خرم آبادو؟ چگونه داغون کردن مرکز سوختتون رو؟ یه بابایی هست حالا به عنوان یه خانوم می نویسه، نمیدونم خانوم باشه یا نه، این مدعی منه، هر روز تو فیسبوک برداشته نامه داده به صدای آمریکا که برای من فرستن. آقای نوریزاده به چه حقی درباره دود سفید قضاوت کرده؟ حقارت انسانها رو آدم وقتی میبینه به چه دلیلی؟ من گفتم دود سفید دلیل بر پیوریفاید بودن سوخته. اگر شما بی سوادی، من بی سواد نیستم، مرتب میخونم. یه گزارش علمی درجه 1 خوندم که در این رابطه بحث کرده بود در مجله انرژی. یه گزارش دیگه خوندم همین 2 روز قبل، فوق‌العاده گزارش جالبی بود از ICCS که در اون شرح داده بود که انواع سوختا چجوریه. پس بنابراین بنده مثل شما نیاز ندارم که حب و دمی برابر، نه من میدونم. حالا کاری به این ندارم چرا دود سفید اونجا اومده. بله دود سفید دلیل بر اینه که اون سوختی که اونجا بوده سوخت پیوره، یعنی به بالاترین درجه تصفیه شده است، چون برای موشک‌ها سوخت مایعشون باید به این درجه تصفیه شده باشه. پس برید بخونید. باری غرضم اینه که میگوید که 2 ایرانی که پا میشن میرن اسرائیل، خالشون، عمشون، باباشون، داییشون رو ببینن، یا مریضن میرن بیمارستان حدثا، اینا باید بیان برن 5 سال زندان. اما نوکرای درجه 1 سید علی آقا که میرن تو ترکیه یا قطر یا دبی یا لندن یا پاریس یا آلمان، پولای میلیونی از اسرائیل میگیرن، ماموریت‌های ویژه انجام میدن، تو خونه آقای خامنه‌ای دستگاه میذارن تو اتاق خوابش، دستگاه بهشون وصل میکنن، بالاتر از این براتون بگم کار میذارن تو بدنشون. اونا رو رها کردی، 2 بیچاره یهودی پیرمرد که پشتن رفتن پیرزن نوشونو ببینن. اینا باید برن زندان. سازمان یهودیان ایرانی تبار در اسرائیل مصوبه جدید مجلس اسلامی را که 5 سال حبس میدن برای سفر ایرانیان گفته که منع کردن مثل منع کردن مسلمانان در رفتن به حج دیگه. راست میگه. فردا عربستان بیاد بگه که بله راه نمیدیم ایرانی‌ها رو. برعکس باید بگه جمهوری اسلامی مثلا بگه مسلمان‌ها، یه بار خمینی کرد دیگه، حکم حکومتی داد و بعد احکام اولیه و ثانویه صادر کرد و حاکم میتونه لغوش کنه، کرد. جلوی رفتن به حج رو گرفت دیگه 2-3 سال آخرش. خب چه حالی میشه مسلمون اگه بگن نرو؟ حالا یهودی هم غیر فامیل آشناش میخواد بره مراکز مقدسشو ببینه، چرا نباید دیوار ندبه رو بره ببینه؟ خب باید بره ببینه. کما که مسلمون باید حق داشته باشه مسجد اقصی رو بره، مسجد عمر رو بره، مسجد قبه رو بره، مسجد صخره رو بره. همونطور که مسیحی باید کلیسای قیامت رو بتونه بره ببینه، بیت اللحم رو ببینه. این مرکز ادیان بزرگ جهانه دیگه.
برای همین همیشه من اعتقاد داشتم بیت المقدس باید یه شهر بین المللی بشه که هم اسرائیل و هم فلسطینیا پایتختشون هم باشه. این قاعدش. در هر حال من منظورم اینه که رژیم جمهوری اسلامی ضد یهودی است، ضد یهودی است و گفته 2 نفر طلا علی اشتری کارشناس امور رایانه‌ای و محمد جمالی فحش که اینا رو به اسم همکاری با موساد اعدامشون کردن، ولی همکاران موساد و شینبت و نمیدونم شاباک و غیره CIA و انتلیجنس سرویس بغل اتاقا با آقای خامنه ای هن. تو دفتر آقای وحیدی هن. وردست من حیدر 208 مصلحی هن. تا رنگ لباس زیرتون رو میدونم. شرم کنید، شرم کنید. اقلیتی رو که وفادار بودن به ایران، به ایرانی بودنشون، همچون ارمنی ها، همچون زرتشتی ها که صاحب این خانه، همچون اقلیت های کرد ها، بلوچ ها، عرب های ایرانی، ترکمن ها، قشقایی ها، شاه سون ها، آذربایجانی ها، ترک های ایران، کرد های خراسان، قشقایی ها، بوی رحمدی ها، اینا همه عاشقانه ایران رو دوست داشتن. بلوچا عاشقانه ایران رو دوست دارن. این شما هستید که در اقلیتید، اقلیتی فاسد که بر سرزمین جاودانه ایران حکومت میکنید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده. تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق میسپارم. خاک زرخیز ایران زمین نبودن جز مردمی پاک دین، چو مهر و وفا بود خود کیششان، گناه بود آزار کس پیششان. همه بنده ناب یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک. پدر در پدر آریایی نژاد، ز پشت فریدون نیکو نهاد. کجا رفتان دانش و هوش ما، که شد مهر میهن فراموش ما. نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما. گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم.
نه دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نه بیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت. از آن روز این خانه ویرانه شد، که نانآورش مرد بیگانه شد. چنان کس به دهکت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. اگر مایه زندگی بندگیست، 200 بار مردن به از زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. اگر مایه زندگی بندگیست، 200 بار مردن به از زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.